سلام دوستای ارزشمند من. کتاب امروزمون اسمش هست من کافی هستم. مانند خورشید اینجا هستم که بدرخشم، مانند صدا اینجا هستم که آواز بخونم، مثل پرنده اینجا هستم که پرواز کنم و بر فراز همه چیز اوج بگیرم. مانند درختان اینجا هستم که رشد کنم، مثل کوه اینجا هستم تا استوار بمانم، مثل زمان اینجا هستم تا باشم و هر آنچه که می توانم بشوم. مانند یک قهرمان اینجا هستم که بجنگم و مانند قلب اینجا هستم که عشق بورزم. مثل یک نردبان اینجا هستم برای صعود و مانند هوا برای اوج گرفتن. مانند باد اینجا هستم تا بوزم، مانند باران اینجا هستم تا ببارم، بچکم و فرو بریزم تا زمانی که لبریز شوم. همچون ماه اینجا هستم تا رویا ببینم و مثل دانش آموز اینجا هستم تا یاد بگیرم. مانند آب اینجا هستم تا طغیان کنم، مانند آتش اینجا هستم تا بسوزانم، مثل یک برنده اینجا هستم تا پیروز شوم و اگر نتوانستم دوباره بلند شوم. میدانم که گاهی ممکن است گریه کنم، اما حتی آن زمان هم اینجا هستم تا تلاش کنم. من قرار نیست مثل تو باشم و تو هم قرار نیست مثل من باشی. گاهی با هم کنار میاییم و گاهی اختلاف نظر خواهیم داشت. میدانم که ظاهرمان شبیه هم نیست، پوستمان، چشمانمان، موهایمان و انداممان، اما اینها ارزش ما را تعیین نمی کنند. هر دوی ما در این کره خاکی جایگاهی داریم و در نهایت اینجا هستیم تا با عشق زندگی کنیم، نه با ترس. تا در سختی ها به هم کمک کنیم و با هم بگوییم من کافی هستم. دوست عزیز من، تو همونطوری که هستی ارزشمند و کافی هستی. همیشه با عشق، امید و شجاعت پیش برو. تا یه داستان دیگه مواظب خودت باش و خدا نگهدار.